کتاب فتوا که مطالعه کن باب حذر اباحت است، کتاب فتوا چیزای جواز داره و حلال است که شما اصلا باور نمیکنید. اصلا اگر شما کسی بپرسه میگه نکن این کار حرام است، ولی کتاب فتوا میگه حلال است که مطالعه شود. از این خاطر علمای خیلی بزرگ خیلی حلیم هستند، تون نیستند. دلیلش است که او خوانده کلی. مثلا کتاب داره مفتی شفیع صاحب عثمانی، خیلی از گپا رو بازده وجه نشد. البته خیلی چیزا حرام هم از این نیست که حرام نیست، خیلی چیزا حرام هم هست که ما شاید حلال بدانیم و خیلی چیزا جواز داره مباح است ما او رو حرام میدانیم، حرام نیست. مثلا مفتی صاحب یک مسئله نوشته، کار کردن در یک کشور کفری. یک کسی مامور یک دولت کفری است، یک کشور کاملا کفری. ماش ازی که میگیره گفته حلال است یا حرام، گفته حلال است. دلیل گرفته با حضرت یوسف علیه السلام، گفته در کشور کفری کار میکرد. صدر اعظم یک کشور کفری بود پرست بود مردمش، رئیس جمهورش هم کافر بود. حضرت یوسف ماش میگرفت و میخورد. این دلیل گرفت. و این قسم مسائل بسیار زیاد است. یک کافر به یک کسی یک چیزی را هدیه میکنه، پیسه نه، آدم میتونه از یک چیزی پاک را جور بکنه. وقتی که صاحبی پیسه شود بله میتونه حتی مسجد. یعنی این تو مسائل بسیار زیاد است که اگر کسی دیگه پرسان کنی که یا عامی باشه یا عالمی باشه که از این خبر نباشه، دفعتا میگه وش کنی که حرام است. مطالعه شود باید.